هموطنان عزیز و دوستان نازنین، سلام خدمت شما. امید که دارای صحت کامل باشین و از گزند حوادث در امان خداوند متعال. دوستان و عزیزانم، بسیاری از شما سوال کرده بودین که آیا راه‌هایی است برای از اینکه مغز خود قوی بسازیم و یا حافظه را. ببینین دوستای عزیز، مغز انسان از 3 قسمت ساخته شده به صورت عموم: دماغ اکبر، دماغ اصغر و همچنان برین استم یا همون ساقه دماغ که میگیم. اینا به نوبه خود از میلیاردها، تقریبا 85 مثبت منفی 10 میلیارد نیورون یا حجره عصبی ساخته شده که تمام اطلاعات جمع میکنن و به دماغ میبرن و از او پس انگیزه ها یا رفلکس ها را برعکسش بر اعضای ما همرسانی میکنن و ما یک عمل را انجام میتیم و تمام اعمال فیزیکی خود مبنی بر امی عیار میسازیم. این حال دوستان عزیز، زمانی که ما احساسات فیزیکی خود را که همو حواس 5 گانه است که حس بینایی است، حس بویایی است، حس چشایی، حس شنوایی و حس لمسی یا لامسه است، ما ایره با حواس عاطفی خویش یک جا بکنیم، اینمی یک تمرین میشه برای ایجاد نیورون های جدید و همچنان تقویت مغز یا حافظه. چند تمرینه که فعلا به ذهن ما آمد، من خدمت شما به عرض میرسانم. خوب است که امود تمرین ها را ما در زندگی خود عملی بسازیم. اول ای که شما وقتی که صبح از خواب برمیخیزین، سر بلند میکنین از بالشت. دوستا، شما وقتی که مسواک میزنین دندان ها را و یا برس میکنین، معمولا کسایی که دست راسته هستن، مثلا من خودم هم با دست راستی کار طبق معمول انجام میدم، بیاین ایره چنج بکنین دست راستتان و دست چپ. مسواک یا برس دندان که شما استفاده میکنین، با دست چپتان استفاده بکنین. قشر دماغ مجبور میشه که تا ایره با قسمت های هیپوکامپوس هماهنگ بسازه و همچنان بیدارتر و بیدارتر شوه و آگاهتر شوه. تمرین دوم، شما عادت های تکراری را که هر روز انجام میدین. مثلا شما وقتی که میرین به محل تحصیلتان یا وظیفهتان و یا شاپینگ یا قدم میزنین، از یک جاده یا خیابان تکراری شما استفاده میکنین. بیاین نموده چنج بکنین. حتی کانال تلویزیونی را که شما میبینین، شما امو کانال بعد چند روز طبق عادت نه، برخلاف عادت امو کانال را چنج بکنین، از یک کانال نو استفاده بکنین. در قسمت حس بویایی یا حس الفکتوری، بیاین که غذاها، دیگه ادویجات و یا امو مرکبات که همیشه طبق آموخته و یا عادت استفاده میکنین، از او یک عطر نو ایجاد بکنین. مثلا نعنا را اضافه بکنین که او امو بوی ازی برای عصب الفکتوری بینی شما برسه و یک بوی جدید و قسمت های قشر دماغ و نیورون های داخل مجبور بسازه که اینمی حسش بود شناسایی بکنن و در نتیجه مغزتان تقویه میشه. میتونین که شما عطر مورد نظر خیشه یک بوتل مخصوص یا خاص کنار تخت خوابتان یا جای خوابتان بگذارین. زمانی که شما از خواب برمیخیزین، میتونین که ایره به بو بکشین و اون مشامش از طریق عصب الفکتوری که در بینی است به قسمت های دماغ برسه و حجرات جدید را تقویه بکنه
تا ایبو را شناسایی بکنن، در نتیجه مغز شما تقویه شد. تمرین بعدی، همیشه شما اکثرا کتاب که میخوانین و شمول خودم هم، من اکثرا همی قسم است کتاب به شکل خاموشانه مطالعه میکنیم که خاموشانه مطالعه کردن این کتاب تا حد درست و تا حد هم برای تمرین مغز نادرست است. بیاین که کتاب بلندتر بخوانیم تا حس شنوایی ما هم او را درک بکنه و رفلکس ها و انگیزه ها به مغز بره و در نتیجه مغز تقویه شود. یا میتونین که برای کتاب خواندنتان یک پارتنر خوب استفاده بکنین که بعضا شما کتاب بخوانین اونا بشنون و بعضا اونا بخوانن شما بشنوین. این سبب ازی میشه که نیورون هایی که در مغزتان هست زیادتر مجبور به درک علوم مفاهیم میشن از طریق حس شنوایی و سبب تقویه مغز و حافظه شما میشه. دوستان عزیز، در غذاها کوشش کنید که غذاهای تکراری را که شما مشناسین استفاده نکنید. بعد چند مدت در جستجوی غذاهای نو، حتی اشیای نو باشین که از طریق بصری و از طریق حس چشایی مغز شما تقویت شد. حتی شما به یک مغازه میرین، در ویترین جلوی مغازه و یا در پنجره هاش غذاها، نوشیدنی ها و اشیای خوراکی است که شما همیشه با او آشنایی دارید. شما با چشمتان متوجه امو مواد غذایی، نوشیدنی و یا ارتزاقی که جدید است در پی از او باشین. ضرور نیست که اونا را بخرین، فقط بگیرین ترکیبش را بخوانین. اگر توانایی داشتین که چه خوب او را فراهم بکنین، بخرین و بیاین پخته کنین ای را بخورین. دوستان عزیز، تمرین بعدی، وقتی که حمام میگیرین کوشش کنین دوش یا حمام که میگیرین با چشم بسته حمام بگیرین و در جستجوی ازی باشین که به طور صحیح بدون ازی که به جای اصابت کنه بدنتان و خود رفتار بکنین، شیر آب را پیدا بکنین و مو وسایل شستشو را و بتانین که با حس لامسه، حس لمسی جدید بدن خوش را تمیز بکنین. این سبب ازی میشه که یک سلسله انگیزه ها، رفلکس ها از طریق عصب محیطی به مغز میده و مغزی را تحلیل میکنه. این چین خوردگی هایی که در مغز است، من قبلا بر شما گفتم که خداوند من حیث یک تحفه بر ما داده. ای از میلیاردها نیورون یا حجره عصبی ساخته شده که بین ازیا یک خالیگاه به نام ساینپس است و اونجا مواد کیمیاوی است، اسیتیلکلین و دیگه تحت عمل ازادها انزایم و هورمون و کوانزایم ای فعالیت میکنه. پس بیاین که اینمی تحفه را که خداوند من حیث یک کنترلر خوب، من حیث یک ستلایت قوی، من حیث یک رادار بسیار گسترده بر ما داده، ای را تقویه بکنید. تمرین بعدی، شما سکه های از پول و یا دیگه سکه های که کلکشن یا کلکسیون جمع کردین و می باشه اکثرا نزد جوانا با او آشناستین، تمام ازی را داخل یک بوتل بیندازین و با چشمان بسته کوشش بکنین که با حس لامسه ای را پیدا بکنین و امو مقدار عددی ای پول پیدا بکنین. مغز شما تقویه و یا مقوی تر میشه. دوستان عزیز، از خود بعض سوالات را در تمرین بعدی به شکل معما چی کنین، طرح بکنین و یا یک ابزار یا وسیله که در دست دارین میتونین که از او برش دست سوال بسازین. مثلا اینی ابزار مشخص برای انجام فلان وظیفه است، میتونیم که با او حداقل 10 وظیفه دیگر هم لیست بکنین با خود، یک کم فشار تفکر بیارین بالای ذهنتان برای از او وظایف بدیلش پیدا بکنین. و یا بعض معماها را کوشش کنین معمای خوب پیدا بکنین، او را بخوانین و او را جا بدین. یکی از معماهایی که
یک کم تفریح هم شوتان و گفتار ما جالب باشه. مثلا شما در یک محل قرار میگیرین که اون محل آتش سوزی میشه، قطعا برای نجات شما راه حل نیست. شما پا به فرار میگذارین و چنان شتاب زده به طرف خارج میخواین از این محل برین و محل لیف بکنین، ترک بکنین. اینجا 3 دروازه پیش روی شما قرار میگیره. در یک دروازه یک شیر است که 6 ماه غذا نخورده گرسنه است. در دروازه دوم یک گاز بسیار توکسیک، یک گاز بسیار زهری است که اگر او داخل شویم شما را از بین میبره. و همچنان دروازه سوم شما فکر کنین یک گودال است که 10 کیلومتر عمق داره. حالا بالای ذهنتان یک کم فشار بیارین، عقب شما یک آتش سوزی است، یک حریق است، یک جنگ است که شما نمیتونین که نجات بیافین. وقتی که فقط جلو را دارین، همین جلو هم که میرین و یک دروازه تان اونم شیر 6 ماه گرسنه، یک دروازه دیگه گودال بسیار عمیق 10 کیلومتری و یک دروازه دیگه هم یک گاز مخدش است. شما به کدامش میرین؟ حالا اگه فکر بکنین میگین به هیچ، نه ای رای عقب را دارین و نه همون مرگ قبول میکنین. ولی نه، کم که عمیق شوین ببینین که هیچ موجود زنده 6 ماه گرسنه نمیمانه. او اگه گرسنه بمانه خب میمیره، از بین میره. یعنی که اونجا هیچ چیز وجود نداشته، همون دروازه واز است. پس از همون دروازه اولی شما عبور میکنین. این ذهنتان همون خوردگی های اناتومیک خود ذهن مجبور میشه که مسائل تحلیل بکنه و حالت تنبل نشه. و اگر شما بعضا زندگی تکراری بکنین، زندگی فکریتانه، باز این ذهن حجرات عصبی که در اونجا است کاملا تنبل میشه، شما به هدف نمیرسین و بالاخره همین مغز شما ضعیف میشه. حافظه یک جای مشخص نداره در مغز شما. حافظه در قسمت‌های مختلف مغز میتونه که اونجا تحلیل شود. مثلا قسمت هیپوکارپوس که مغز که ما بعد شما گفتم، امیگدالا، او قسمت فرانتال کورتکس، هم چیزای ما که ورزش میکنن و اطفال عزیز، نوجوانای عزیز که با یک دیگه شوخی میکنن، ورزش های رزمی میکنن، کوشش بکنن به قسمت پیشانی فرانتال لوب ضربه وارد نشه. تمریناتی که دیگه تمرینات هم به شما جمع آوری میکنم تا بتانند که مغز شما قوی و قوی تر شود در ویدیوهای بعدی. دوستان عزیز، لحظات با بنده یا عبیدالله حمیدی یک کانالی است که زیادتر کوشش میکنیم که مسائل علمی، فرهنگی، آموزشی و حتی تفریحی، ولی موضوعاتی که آموزنده باشه و از او در زندگی بیولوژیکیتان استفاده بکنین، خاصتا در بخش بیولوژی اجتماعی یا سوشیال بیولوژی. ما میتونیم برای شما از این طریق خدمت میکنیم. دوستان عزیز، ابوعلی سینا، فیلسوف کلان علوم طبی، 5 عضو بدن عضو رئیسه خطاب کرده و تلقی کرده که یکی مغز، قلب، گرده ها، شش و کبد یا جگر می باشد. در بین اینمی اعضای رئیسه یعنی اعضای حیاتی که اگر یکی اینا نباشه حیات انسان به تاراج میره و یا بر خطر است. در بین اینا بهترین کنترلر مغز و یا دماغ شما است که گفتم به صورت عموم از 3 قسمت ساخته شده، داخل کاسه سر یا جمجمه من حیث یک تحفه خداوندی قرار داده. شما همیشه خوش باشین، غذای صحی بگیرین. غذای سالم هدفم قیمتی نیست که در ویدیوهای بعدی بالای غذاهایی که برای تقویت حافظه و مغز که یکی از دو جمله میتونیم غذایی که اومیگای 3 دادن مفصل بحث میکنم. برین بخیر، خوش باشین به کار و زندگیتان.